و اینجام که با هم راجع به یه موضوع خیلی مهم و راحت در تغذیه حرف بزنیم. اما قبلش میخوام چیز مهمتر بگم. ببینیم بدن ما وقتی که میخوایم چیز جدیدی بهش یاد بدیم مقاومت میکنه. میگه خب من حالم خوبه، من استیبلم، من در حال بقام و اینی که داره میاد ممکنه خطر باشه. این مقاومت به این دلیله. و اگر شما این کار جدید رو، این یادگیری رو، این عادت رو 2 تا 4 هفته ادامه بدین، دیگه جزء لایف استایلتون میشه، دیگه خطر محسوب نمیشه. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این عادت جدیدی که میخوایم بسازیم خیلی مهمه. توی پست قبل راجع به انعطاف پذیری متابولیک باهاتون حرف زدم. اگه نشنیدین برین گوشش بدین لطفا. این عادت ما رو کمک میکنه که اون انعطاف پذیری رو پیدا کنیم. بنابراین نمیدونم بنویسینش روی یخچال بزنین، روی دیوار بزنین، جلو آینه بزنین، هر روز اینو نگاه کنین، فقط یه مدت یادتون بمونه و انجامش بدین. حالا این چیه؟ تشخیص گرسنگی واقعی از غیر واقعی و ما میخوایم فقط وقتایی که واقعا گرسنمونه غذا بخوریم. خیلی ساده از تشخیصش، بنویسین اینا رو. وقتی گرسنه‌ای از خودت یه سوال بپرس اول. دلت چی میخواد؟ اگر دلت غذای خاصی خواست، شیرینی، بستنی، میوه، سبزی، هر چیز خاصی که مد نظرش بود، فیکه، گرسنگی واقعی نیست. سوال دوم، حوصله‌ات سر رفته، استرس داری، عصبی، خسته‌ای؟ اگه آره گرسنگی فیکه. سوال سوم و مهمترین سوال، از آخرین وعده غذا چند ساعت میگذره؟ اگه کمتر از 4 ساعت گذشته گرسنگی فیکه. بنابراین اینا رو هر روز از خودتون بپرسین. اینکه چی کار کنیم و باهاش مقابله کنیم رو در پست بعدی بهتون میگم. راجع به این موضوع سوالی بود کامنت کنین یا دایرکت بهم بدین. سلامت باشین.